سلام، من بانیشا هستم و اینجا کانال یوتیوب فارسی افرمیشن هست. من در این کانال مدیتیشن و جملات تأکیدی مثبت آپلود می کنم. اگر دوست داشتید لطفاً حمایت کنید. لطفاً در جایی آروم، ساکت و ترجیحاً تاریک، صاف بنشینید یا دراز بکشید. اگر در هر کجای این مدیتیشن احساس ناراحتی کردید، ویدیو رو پاوز کنید. هر موقع راحت بودید دوباره به این ویدیو برگردید. لطفاً چشماتون رو ببندید. اجازه بدید ماهیچه های صورتتون شل و ریلکس باشن. ماهیچه های شونتون رو رها کنید. ماهیچه های بازوها، دستها ریلکس بدون انقباض باشن. ماهیچه های لگن، رون پا، ساق، کف پا راحت، رها و ریلکس باشن. اجازه بده بدنت آزاد و بدون انقباض باشه. با هر دم اجازه بده شکمت پر شه و بالا بیاد و با هر بازدم پایین بره و خالی بشه. تصور کن هوا مثل شعاعی از نور سفید وارد بدنت میشه. این شعاع نور سفید از قسمت پایین شکم شناور میشه و به سمت بالای سرتون حرکت میکنه. لطفاً نفسی عمیق بکشید. نور سفید رو وارد بدنتون کنید. نور سفید داخل بدنتون شناور میشه. نفستون رو بیرون بدید. به حس صلح، رهایی و آرامش برسید. با هر بازدم شما ریلکس تر میشید. با هر دم نور سفید داخل بدنتون پراکنده میشه. هرچه بیشتر نفس عمیق بکشید، نور سفید بیشتر بدن شما رو سرشار و پر میکنه. با هر دم شعاع نور سفید وارد بدنتون میشه و با هر بازدم شما آرومتر و رهاتر میشید. رها کنید. آروم باشید. از این لحظه لذت ببرید. کم کم تنها چیزی که شما داخل بدنتون حسش میکنید یه نور سفید، گرم و روشنه. لطفاً دمی عمیق بکشید و نور سفید رو که یک نور سبک و آرامش بخشه وارد بدنتون بکنید و با بازدم نور سفید رو به بیرون هدایت کنید به اطرافتون. نور سفید تو کل فضایی که شما الان داخلش هستید پخش و پراکنده میشه. به این لحظه حال و این حس خوب توجه کنید. همه چیز خوبه. در این لحظه چیزهای خوب زیادی برای شما وجود داره. احساس کن توسط نور سفید اطرافت محافظت، حمایت و تغذیه میشی. تصور کن توسط نور سفید اطرافت دوست داشته میشی.
حالا شروع به تصور کن توی راهروی بزرگ ایستادی و نور سفید اطرافت رو پراکنده کرده. در انتهای اون راهرو یه سایه‌ای برات ظاهر میشه. تو نمیتونی تشخیص بدی که اون سایه چیه. کم کم اون شکل سایه‌وار کمی واضح تر میشه و تو میبینی اون شکل ناواضح بچگی های خودته. این توی کودک هر سنی میتونه داشته باشه. به هر شکلی میتونه ظاهر بشه. اعتماد کن و اجازه بده هر طور که دوست داره برات نمایان بشه. ممکنه هر بار که این مدیتیشن رو گوش میکنی یه ورژن متفاوت از خودت رو ببینی. دقت کن به اینکه خود بچگی‌هات چه سنی داره. این ورژن از خودت رو که در انتهای راه رو ایستاده در اعماق قلبت به خوبی میشناسی. به قلبی که درون سینت میتپه توجه کن. عشق از قلبت تو کل راه رو پخش میشه و در برت میگیره. هم تو رو هم خود بچگیت رو. هرچه بیشتر احساس عشق به خود بچگیت میکنی تصویرش برات واضح‌تر و واضح‌تر میشه. خود بچگیت نزدیک میاد. تو هم به سمتش قدم برمیداری. هر دو به هم نزدیک و نزدیکتر میشین. کم کم شما دوتا به هم میرسید. روبروی هم میستید. نور سفید به هر دوی شما میتابه. هر دو به هم لبخند میزنید. ممکنه دلتون بخواد اون بعد از وجودتون رو بغل کنید. اگر دوست داشتید این کار رو بکنید. بهش اجازه بدید بدونه که به خاطر اونه که الان اینجایید. اجازه بدید بدونه که دوستش دارید. بدونه که براش امنه اگه بخواد احساساتش رو به شما نشون بده و باهاتون در میون بذاره. شما برای اون در این راه رو و در اینجا هستید. به اینکه چه حسی داری توجه کن. اون عشقت رو میفهمه. توجه کن که چهرش چقدر خوشحال و قدردانه که داره باهات ملاقات میکنه. اون میخواد چیزی بهت بگه. چیزی که همیشه آرزو داشته بتونه باهات در میون بذاره. یه احساسی داره نمایان میشه. احساسی که خود بچگیت آماده است که در امنیت کامل باهات در میونش بذاره. این چه حسیه؟ این چه حسیه که خود بچگیت میخواد باهات در میونش بذاره؟ ممکنه حسی باشه که اون نمیدونسته چجوری باید باهاش کنار بیاد، یا شاید یه احساس بازیگوشانه باشه که اون آرزو میکنه تو هنوز هم بتونی تجربهش کنی، یا هر حس دیگه‌ای. به این حس توجه کن. ببین این حس چیه که کودک درونت میخواد بهت بگه.
شاید متوجه این حس توی بدنت بشی. مهم نیست این حس چیه. اجازه بده این ورژن کوچک از خودت بدونه که عیبی نداره که داری این حس رو تجربه میکنی. من دوست دارم. من بهت اهمیت میدم. قبولت میکنم. ممنون که این حس رو با هم در میون گذاشتی. ممنون که به هم اعتماد کردی و به هم گفتی. من بهت احترام میذارم. من قبولت میکنم. من دوست دارم. ازت تشکر میکنم. ازت ممنونم به خاطر این چیزی که هستی. همدیگر رو بغل کنید. از همدیگه تشکر کنید. ورژن کوچک شما چیزی رو دم گوش شما زمزمه میکنه. به هر چیزی که میشنوید یا حس میکنید اعتماد کنید. ازش تشکر کن. اجازه بده بدونه که دوستش داری. اجازه بده بدونه که میشنویش. که دوست داشته میشه. که مورد عشق و احترام قرار میگیره. اجازه بده که بدون تو همیشه دوستش خواهی داشت. میبینی که چهرش درخشانتر و خوشحالتر میشه. حالا کودک شما به یک سوی راه رو قدم برمیداره و شما به سوی مخالف. از همدیگه خداحافظی میکنید و به دو سوی مختلف قدم برمیدارید و از هم فاصله میگیرید. آروم برگردید به بدنتون. شما همچنان توسط نور سفید احاطه شدید. حالا احساس آزادی و آرامش بیشتری میکنید. سبکتر هستید. از خودتون تشکر کنید. لطفاً یه نفس عمیق بکشید. شکمتون بالا بیاد و پر از هوا بشه. بعد آروم بازدم. لطفاً دستاتون، پاهاتون، گردنتون رو تکون بدید. و هر موقع آماده بودید چشماتون رو باز کنید.